احوال بعد یک جوان تاجیک در خدمت حربی. از شما خواهش میکنم که این قصه را تا آخر خوب گوش کنید و حال بعد این سعادت بیچاره را ببینید که چی نوشته است. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. قصه ای که همه عسکران را به گریه درآورده بود. یک جوان به خدمت حربی می رود. آن وقتها عسکران را به روسیه هم می بردند. یک جوان تاجیک را به روسیه بردند. جوان نمازخوان بود. در خدمت حربی نیز علاج یافته نمازهایش را می خواند. هم خدمتانش از بالای او می خندیدند، زیرا آنها روس بود. ولی جوان به آنها پروایی نمی کرد. روزی سردار همه را جمع کرد و همان جوان این کلیدی ماشین را گرفته به آن ماشین و به آن جایش برده ماند. گفت جوانی نمازخوان گفت، یعنی جوانی تاجیک، من ماشین رانده نمیتوانم. یگان عسکری راننده برده مانند. گفت سردار باشد از خدایت بپرس، او به هر چیز قادر است. می گفتی کو؟ گفت. همه خندیده مذاقش کردند. از بالای خداوند خندیدنشان به جوان پسند آمد. جوان به الله توکل کرد و به ماشین نشست. دعاها کرده از الله مدد پرسیده با یک علاج ماشین را به جای گفته شده برده ماند. از ماشین فرامده بیند همه آنها گریه می کردند. جوان در حیرت مانده حیران شد و پرسید چرا گریه می کنید؟ سردار گفت به خدای تو باور کردیم. او وجود داشته است. او در حقیقت به همه چیز قادر بوده است. تو در راه حق بودی. گفت سردار. جوانی تاجیکی نمازخوان در حیرت مانده به آنها نگریست. سردار به پیش ماشین آمده پیش ماشین را کپوت ماشین را گشود. جوان با چشمان خود دید که ماشین موتور نداشت. الله به همه چیز قادر است. تنها از الله کمک پرسیم. بنده باشد تنها سببگار است و خلاص. باید از خداوند بترسی و توبه کنی تا بیگناه گردی. قصه از یک جوانی که با ایمان و با تقوا بود و درس عبرت به دیگر ملت شد. درس عبرت به دیگر سردار خدمت حربی شد. خوب باشیم و در همه جا خوب خواهیم ماند.